مطابق شکل زیر بار الکتریکی مثبت 2 میکروکولون از مسیر نشان داده شده در میدان یک نواخت 1000 نیوتن بر کولون از نقطه A به نقطه B و سپس به نقطه C می رود. تغییر انرژی پتانسیل در این جابجایی از A تا C چند ژول است؟ خب من اول میام چیزایی که دارم اونجا مشخص میکنم. Q مساوی است با مثبت 2 میکروکولون، E برابر است با 1000 نیوتن بر کولون. از ما دلتا یو رو خواسته. میدونیم دلتا یو در هر مسیری برابر است با منفی دبلیوی ای. خب دبلیو ای حالا چی بود؟ دبلیو ای هم برابر بود با کیو ای دی کوسینوس تتا. بسیار خوب. توی مسیر ای بی اگر من بخوام حساب بکنم، دلتا یو برای ای بی مساوی میشه با منفی دبلیو ای مسیر ای بی. پس مساوی میشه با منفی کیو ای دی کوسینوس تتا. تتا چنده؟ بچه مسیر ای بی رو نگاه کنید، جابجایی به این سمت بوده، به سمت بالا بوده. میدان به کدوم طرفه؟ به سمت راست. زاویه بین میدان و جابجاییمون چقدره؟ 90 درجه است. میشه کوسینوس 90 درجه. کوسینوس 90 درجه میدونیم صفره، پس کلا این میشه صفر. یعنی در جابجایی مسیر ای بی نه کاری نیروی الکتریکی انجام داده و نه انرژی پتانسیل الکتریکی تغییری براش اتفاق افتاده. هر زمانی که حرکت عمود بر خطوط میدان باشه، کار نیروی الکتریکی و تغییر انرژی پتانسیل الکتریکی صفر میشه. اما تو مسیر بی سی چطور؟ دلتا یو بی سی مساوی میشه با منفی دبلیو ای مسیر بی سی. پس مساوی میشه با منفی کیو ای دی کوسینوس. ببینید این دفعه بی سی جابجاییمون به سمت راسته، میدانمون هم به سمت راسته، پس زاویه‌مون میشه 0 درجه. وقتی هم جهتن میشه کوسینوس 0. کوسینوس 0 هم میدونیم میشه 1. پس مساوی میشه با، اینجا می نویسم، منفی کیومون 2 میکروکولونه، میشه 2 ضرب در 10 به توان منفی 6 کولون ضرب در ای 1000 نیوتن بر کولون ضرب در جابجایی که مسیر بی سی رو گفته 25 سانتی متر، میشه 25 صدم متر. کوسینوس 0 هم که 1 بود دیگه، مساوی میشه با 1000 ضرب در 25 صدم بشه میشه 250. 250 ضرب در 2 میشه 500. پس کلا میشه منفی 500 ضرب در 10 به توان منفی 6 یا میشه گفت منفی 5 ضرب در 10 به توان منفی 4 ژول. تغییر انرژی پتانسیل. تغییرش هم منفی شد و انتظار هم میرفت که منفی بشه. چرا؟ چون که وقتی بار مثبت در جهت میدان حرکت میکنه، یعنی در جهت خود به خودی خودش داره حرکت میکنه، پس انرژیش کم میشه. تغییر انرژیش باید منفی بشه. قسمت ب میگه اختلاف پتانسیل دو نقطه A و C چند ولته. خب برای قسمت ب اگر خاطرتون باشه یه رابطه‌ای داشتیم که میگفتیم دلتا یو ای مساوی است با دلتا وی مساوی است با دلتا یو ای تقسیم بر کیو. خب دلتا یو رو که ما اینجا به دست آوردیم برای مسیر ای بی که 0 بود، برای مسیر بی سی به دست آوردیم، پس برای کل مسیر هم همین میشه دیگه. یعنی ما میتونیم بگیم که دلتا یو ای بی سی مون کلا مساوی شد با منفی 5 ضرب در 10 به توان منفی 4 ژول. پس اینجا توی صورت سوال میشه منفی 5 ضرب در 10 به توان منفی 4 و کیومون هم که 2 میکروکولونه، میشه 2 ضرب در 10 به توان منفی 6 کولون. خب 5 دوم که میشه 2.5 میشه منفی 2.5 ضرب در 10 به توان منفی 6 بره بالا مثبت میشه، کلا میشه 10 به توان 2، یعنی میشه منفی 2000 و منفی 250 ولت. وقتی که صحبت میشه از اختلاف پتانسیل دو نقطه چند ولته، بچه‌ها مثبت و منفیش مهم نیست، چون اگر ما هر کدوم رو مرجع بگیریم میدونید دیگه اون یکی میشه مثبت یا میشه منفی. شما وقتی میگن اختلاف پتانسیل این باتری چند ولته، میگین 2.5 ولت،
یا 12 ولته. بسته به اینه که شما مثلا یک ولت متر میزنید به باتری، اگر منفی و مثبتش رو درست بزنید نشون میده 12 ولت، برعکس بزنید نشون میده منفی 12 ولت. الان اینجا دلتا وی که شده منفی 250 ولت، ما در اصل به عددش اینجا احتیاج داریم، چون به ما گفته اختلاف پتانسیل چند ولت است. اختلاف پتانسیل میشه 250 ولت، مثبت یا منفیش اینجا مهم نیست.